آقا سلام، خیلی مخلصم. امروز میخوایم بریم بلندترین برج حال حاضر دنیا به نام برج خلیفه آسمان خراشه. برج خلیفه که 163 طبقه داره که قابل استفاده است و 828 متر. میفهمی یعنی چی؟ یعنی خیلی بلنده، یعنی خیلی شبیه میخم از شکلش و اینکه جاذبه‌های توریستی شهر دبی میشه گفت که برج خلیفه است. قراره بریم داخلش، بریم توی رستورانی که واقع شده در داخل برج. به نظر من بهترین ولاگ به نظرم بهترین ولاگیه که میتونم توی شهر دبی براتون بگیرم. دیدنی جذاب، شما هم با ما همراه باشین. بریم که داشته باشین. همونطوری که می‌بینید برج خلیفه است. از نمای خیلی نزدیکتر دارم براتون نمایانش می‌کنم. آقا لذت ببرین. خب همونطور که می‌بینید اینجا نزدیکترین جا به برج خلیفه است. آبنمای بی‌نظیر. همونطوری که می‌دونید یه نمایی هم قبلا نشون داده بودیم که با موزیک آب بالا پایین میشه. اینجا هم آبنماش همینطوریه. خیلی بلنده. مرتضی صحبت کن. خیلی خفن. نه جدا حالا همچین نمایی رو دیده بودی؟ برج رو دیده بودی؟ نه. آقا در کل من خیلی دوست دارم این برج رو از نزدیک ببینم، برم داخلش. یه دونه برج خیلی جذابیه پشت سر دامورزه، اونم نشون بده. واقعا خیلی لای برزه ما گیر کردیم. مرتضی بده از تو بگیرم تو یکم صحبت بده من صحبت کن. سلام و عرض ادب خدمت همه رفقای گلم. آقا خیلی خفنه اینجا. هنو داخلش خفنه یا چی؟ خیلی خفنه. هنو داخلش رفتی یه هیجان خاصی داره. بریم داخلش بریم چیه همین برج خلیفه. خیلی خفنه مرتضی. 163 طبقه است، 828 متر ارتفاع این برج. اگه شد پنتهاوسشو معامله کنیم و یا علیش کنیم ان شاء الله ماشاءالله کنیم داداش. ان شاء الله ماشاءالله کنیم بره آقا. بشین بریم. و الان دیگه نزدیکترین نقطه به برج خلیفه اینجایی که وایسادم. این در ورودی برج. همونطوری که می‌بینی میشه یه نما بدی. خیلی بلنده. چیزی که من دارم به زبون میارم خیلی کوچیکه در قبال این برج وسیع و بلند 828 متر. خیلیه به نظرم، خیلیه. و داخلشون هم دارن دفتر تجاری، نمیدونم همه چی داره دیگه. خیلی خفنه. آقا بریم داخل که داشته باشیم. اینجا داخل برج خلیفه است و اینکه داریم میریم سمت رستورانش که بلندترین طبقه برج خلیفه است که میشه ازش استفاده کرد. بریم که داشته باشیم. خب همونطوری که می‌بینید داخل آسانسوریم و قراره بریم طبقه اینجا رو نشون بدیم 123 که اونجا هم یه آسانسور دیگه فکر کنم باید سوار بشیم. خب هنوز استارت نخورده. خب 1 2 3 4 خیلی سرعتش بالاه. هر 1 ثانیه 7 طبقه رو میره بالا. خیلی جذابه. اینو بگیر. منم بگیر. ببین ما سرعت ویدیو رو بالا نبردیم ها. سرعت این خیلی بالاست. ولی ما احساس نمی کنیم. این میشه طبقه 80 طبقه 90 منم گوشام گرفت. باریکلا. طبقه 100 هم که رد کردیم. طبقه 112 13 14 15 این چطوری میخواد وایسه. 20 فرود خیلی خوبی داشته باشیم مسافرین محترم. چون ما احساس نمی کنیم این سرعت رو. وایساد شاید باورتون نشه همین الان وایساد و ما داریم میریم طبقه 123 رو ببینیم. واو. سچه واو. نمیدونم تو میترسی یا نه. من الان از این ارتفاعی که الان از ارتفاع نمیترسم. جا؟ از ارتفاع نمیترسم اصلا. ولی من میترسم.
فرضت میخوام پشت سر من بیای یه چیزایی رو بهت نشون بدم. من اولین بار، البته اولین باری که پامو دارم میذارم تو برج خلیفه، طبقه 123 هستیم. یه لحظه این نما رو بالا میگیرم. مرتضی خیلی خفنه. مرتضی خیلی خفنه. بیا کنار من. از اینجا بگیر. واو واو واو. انگار هواپیمایی. خیلی خفنه، یعنی کل شهر زیر پاته و بی‌نظیر 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 واقعا. من روکو رستم، من از ارتفاع میترسم و الانم یکم الانم میترسم و خیلی بلند آقا. نمیدونم چطوری به شما بگم. کارگره چجوری اومدن اینجا کار کردن؟ یه حرفو میزنی من دلم میریزه به امام حسین. چطوری واقعا اینجا کار کردم؟ بیا این برجایی که داری نگاه میکنی مرتضی همه‌شون بالای 30-40 طبقه است. اینا همه‌شون برجن. ولی خب بچه‌ها این ماکت که ساختن از برج ایفل و برج خلیفه ببین چقدر اختلاف دارن. اختلاف اینا رو میتونی از یه نمای دورتر نشون بدی لطفا؟ آره. یعنی خیلی بلندتر از برج ایفلیه که من پارسال براتون ویدیوشو گرفتم و این برج خیلی خاص‌تره. خیلی دوست داشتنیه. مرتضی میشه شما یکم صحبت کنی من بگیرم از شما؟ نظر در رابطه با برج خلیفه، ارتفاع و ماسکتون رو میتونی در بیارید؟ انگار رو هواپیما هنوز ارتفاع نگرفته. آفرین همین رو من می‌خواستم بگم. خیلی خوش. ببین من این میشه اینجا شما تشریح داشته باشین جیگر جان دورت بگردم. اینا رو می‌بینی؟ اینا برجن ها. آره. ولی اینجا اینو مثلا یه ساختمان 2 طبقه است. کل دبی الان زیر پاته. واقعا الان توی پرواز میشه گفت که توی پروازی هستیم که داره ارتفاع کم میکنه. گوشای آدم میگیره میاد بالا. واقعا تجربهش قشنگه. آسانسور رو دیدی چطوری اومد بالا؟ سرعت با واقعا بی‌نظیر بود. Welcome to Dubai. این همون جایی که موزیک پلی میشه، آب میره بالا پایین میشه. بریم یه غذایی بخوریم حالا فعلا. خب میشه گفت که اینجا موسیقی زنده هم داره پخش میشه و نورمال و دیجن مرتضوی داره. چون من اهل آرامش و اهل سکوت و زیاد با شلوغی حال میکنم، زیاد با یعنی بزن به رقص داد بیداد انرژی، ولی خب اینجا یه حس باحالی داره، همه چی خیلی نرمال داره پیش میره و اینکه موسیقی که داره پلی میشه موسیقی خیلی آرومیه، کسایی که اینجا نشستن خیلی ساکت و آرومه و اینکه فضای واقعا خیلی خفن و دلنشینیه. کل دبی زیر پامه. بی‌نظیر. خوشمزه است. بخور مرتضی. خدا رو شکر. خوبه. بستنی نبود؟ نه بستنی نیست. اولویه. سلاد العلویه.
سال عدل حال بگم. بذار اوکیه. بذار ببینم بفهم کم. آره صبحونه رو آوردن. اچانه ساعت صبح. دلار رو بابتش داده شده. خوب بگی. یه جوری میگم کباب بیفته. بیا لایو منم بگی. لایو منم بگی، دارم الان لایو میگیرم. مرسی. Nachzuschlagen می‌یوزویم به زبان ژاپنی. یه در هر لحظه در هر کجایی که هستی میتوانی خوش باشی. با خدا باش پادشاهی. باشه روش خاویاره. چی گفتم؟ روش خاویاره. تستش می‌کنیم. یوری گوشتی من با ایویا. به زبان کره. اگه بدمزه هم بود تو بگو خوشمزه است. خدا میدونه. یه تو نونو بنده تو آب. اگه اون ماهی هم نفهمه خدا میفهمه. قهرمان عاشق خیلی مزخرف خیلی قفش. خب همینطوری که میبینیم واسه همون شامپو آوردن. این شامپوه با یکم پستر نه نمیدونم چیه، فقط میدونم این شامپوه. صابون گلناره. صابون گلنار جذابه اینه. خب اگه بخوام از لحاظ کیفیت غذا با تو صحبت کنم، اون چیزی که واو باشه این سال غذاشون خوشمزه است و اینکه میشه گفت که ناهارشون یه جورایی پیش غذاه، نمیدونم یا نه حسونه حساب میشه نه، ولی همه چی خیلی اوکی. همه چی خیلی اوکیه. می‌تونیم نماهای دیگه این برج رو این رستوران رو یعنی ببینید، تشریف بیارید لطفا. برج اسمش چیه؟ بیا اونو بگیر. بیا میشه بیا. چه واسم زومش کنی؟ این کشور خیلی زود داره پیشرفت میکنه. خیلی اجزای 5 آره داره بازم داره پیشرفت میکنه. چیزایی که داری میبینی 5 سال پیش این کشور رو الانش بخوایم مقایسه کنیم باورتون نمیشه. عکسای 5 سال پیشش رو ببینین و دم شهردار میگن چی میگن. و بچه‌ها ما غذامون رو خوردیم و اینکه الان داریم میریم. اینکه اتفاق خیلی خفنی بود. من از اینجا واقعا خیلی خوشم اومد، لذت بردم و آقا مرتضی دوست دارم. جای دوستان خالیه. اینو بگیر بریم تو آسانسور. خیلی خفنه. قبول داری؟ خیلی خوشگله. فوق‌العاده است. فوق‌العاده است. جای شما خالی غذا هم خوردیم و یه غذایی بود که به مزاج ما ایرانی‌ها احساس ما چیم مثلا باید نون رو بزنی برنج و فلان و دو لقمه و دو نون و ولی اینجا نه های بیتین همینه غذا و سیر میشن و من نمیدونم چی سیر میشن. ما فقط نوشابه و سیب زمین داریم. سیب نوشابه فقط؟ حفظی آقا. برو آقا به ما یه هدیه هم دادن اینا، یه خودکاری دادن که روش لوگو برج خلیفه است. خب یه بار دیگه نشون بده نمک اینو. اینجا دبی ماله، درست میگم؟ این دبی ماله، درسته؟ این دبی ماله مرکز خریده، یکی مرکز خریدای خفن دبی. اجناس و اورجینال و کیفیت بالا اینجا میدن. و اینکه انشالله اون زمین خالیایی هم که اونجا میبینیم خوب. این زمین خالیایی هم که اینجا میبینیم من قرار اینجا بسازم سازندگی کنم. یه دونم دی تو دی داره که اصلا نرید. اصلا نرید.
در رابطه دی تو دی اصلا نرین تو دی تو دی اصلا خودتون رو کوچیک کردی به چی؟ اصلا از اونجا وسیله بخرین آبروتون میره. به نظر من میگن که اونجا جای خوبی برای سوغاتی خریدن اصلا جای خوبی نیست اصلا به هیچ عنوان. ولشون بیا. بای بای. بای بای. بای بای. بای بای. خب آقا ما رفتیم دورامونو زدیم غذامونو خوردیم سوار آسانسور شدیم. الان میخوام قدرت و سرعت یه آسانسور رو بهتون نشون بدم. اگه این بره فکر اینو باید بزنیم در ادامه. اینو داشته باش مرتضی. یه سر و صدایی میاد بهت میکنم تکون نخورید. شروع شد. دقت میکنی؟ الان 110 شد. باز گوشام گرفت. بازم من گوشام گرفت اون لحظه. تقریبا جمع بود فکر. بازم گوشام گرفت همین الان. آقا شد 90. دقیقه الان گرفتم. الان یه تابی داره میخوره. بالا رفتن این داستان رو نداشت. چرا گوشام میگیره؟ آره چون هی داره با سرعت. دقیقه 50 گوشمون پاره نشه سلامت. بازم گرفت. دقیقه 30 رو داریم در تصویر. بازم گرفت. شما تکاف کنه ترمز رو بکشه سیموسو 20 رفتیم 15 12 این سرعت داره کم میشه داره تو 5 4 3 2 1 رسیدیم. این بود برج خلیفه که خیلی حال داد، لذت بخش بود. برای بنده حقیر تجربه بی‌نظیری بود که خیلی خوشم اومد. خب آقا مهدی همونطوری که دیدی اومدیم برج خلیفه رفتیم بالا از ارتفاع 828 متری پایین رو نگاه کردیم شهر زیبای دبی رو دیدیم و اینکه خیلی خفنه تجربه خیلی خوب. شما می‌تونید صحبت کنید در رابطه با برج خلیفه؟ خیلی فوق‌العاده بود آقا خیلی حال کردیم. من خودم حقیقتا برج میلاد خفن میدونستم هنوزم که از برج میلاد خفن میدونم. واقعا پیشه این خیلی کوتاه‌تره واقعا. نگاه کن گردن درد میگیره. این خودکاری بود که از برج خلیفه به یادگار به ما دادن. کارگرا من نمیدونم چجوری اینجا زحمت کشیدن ساختن. آقا چطوری ساختن رو بگو چطوری شیشه‌های اینجا رو تمیز می‌کنن واقعا واسه من سواله. بارون میباره دیگه اینا بارون مسئول. ما میشه به چرخ مهدی این برام بگیری؟ از اینجا اسم صحبت کن خودت. اون اسم اون برج چیه؟ اون نونه. نون. این چیه این خیلی خفنه. این هتل ادرسه. اینم خیلی خوبه. ادرس. اصلا عادت دارن اینجا با آب بازی می‌کنن. جام میدون خلیفه. میدون خلیفه. خیلی بلنده آجی خیلی بلنده. پرنده نمی‌تونه رویز رو بگی من میرم بغلش مثلا رویز رو بگی. آقا برداشت کاور چیز زده مات کرده. آقا خیلی مخلصم امیدوارم که از این روز ما شما لذت کافی رو برده باشین. کوچیک همتون عابد تبریزی کنار مرتضی حمید نازنین در کشور امارات شهر زیبای دبی برج خلیفه. خیلی مخلصم جاتون خالی بود. به خاطر این نگرفتی که خدا نکرد به رفته شد به خاطر این گرفتی که شما ولاک بود اصلا این حرف چیه شما هم حال کنید با ما سفر اومدید. خیلی مخلصم آقا. روز خوش یا علی مدد. بالا رو بگیر آقا رو بگیر حاج مهدی بالا رو بگیر جون بابا خودت ها بلرزون بابا همه میگم مهدی پاشو همه رو بلرزون خیلی خفنه.